تشویش اموال داشت. گفتم ما را نماینده رئیس جمهور بود و از وزارتی چی میگن مجلس کارهای داخلی رسولی که از کمیته خیرات کاری از طرف بردم گفتم بایشون التماس محمد است که از بالا تنگب بسیار است و بچه ها را گریفی مسجد نبیام تا 16 ساله را کمیته را ما تو شب شما رو کی پیش مرمون کرده سپارش بالاست بود سپارش بالا بود اون گفتم من آقای بالا فرمان داد از خدا که بنده های منو به مسجد دعوت کن وقتی که شما از بالا تو میترسه اینجا بودیم من از بالا منو میترسم که پگه با پیشواتی چی جواب میتین نوای وظیفه من رو جوانان رو به مسجد جلب کردن وظیفه شما گفتم رادیو داره تلویزیون داره با گفتم رنگی خودم با ایشان هم داره گفتم دامولا من به یارو گفتم فتوا برارا رنگی زن کارو من کنم بچه‌ها من کنم اما من گفتم من نمیکنم وظیفه من دعوت کردن پیغمبر گفت 7 ساله شد بچه‌ها تا نماز خوان کنید 10 ساله شد که مسجد برید من مسجد جلب شدم شما گفتم من کردم اما من این کار نمیکنم تلویزیون داره رادیو داره کو به هوای شما گفتم اما ما وظیفه من کار نیست من مسجد در کار باشه که صدقه سر من بذار من خطیبی توجه دیگه من هرگز این کار نمیکنم من زمان خدایی که خوجین شما رو خدا شناسه از من میترسم این از من چشم امید نکنید اشتراک داشته آها کامجا نه مجلس رایونی بودن رایونی نه اکم آدمی رو مجلسش یا براتون جمع شدیم منم ندادم دیروزو همین بار اول رفتیم یکم بار رئیس بالکن نو شدن ما رو فیروز کردن هم مرا رئیس جماعت و مقای اومد حضرت نروی نمیشه همین مجلس کشاده سیوش که یه آدم اکوایون خیست دست یک کاغذ بود تحصیل همین رئیس بود جناب رئیس بود همین نمیشه که همین از آنها را خیلی مرادیان من کنیم چطور قوقا میکنه هم مجادن همین از آن گفت شما نگاری که من غذامون خیست اصلا ویران شد ما تو خودت کیه یا وقت گو کی رئیس تکودی من تو رو جون دادو آدم از بین شد ما دونه اول بگو کیه با خیلی نشالی مجلس رایون ما دو اگر تو عروس میشدی من در جواب گفت قبل میگردم دو عروس میشدی اگر من دارم وقتی که تو مسلمانی از پدر و مادر مسلمان شدی گفتم حیف هم پدر و مادری که تو رو مسلمان تربیت کرده که از کلمه الله اکبر بلند برآمده تو میترسی خواهشمون خواهید نخواهید گفت این منصباتان این حکومتاتان روز به خاک یکسان میشه شما پیش خدا میرید امروز در کریمل گفتم از کلیساشون شما از آواز اذان تا میترسید جنگ شد رئیس گفت این دولت قانون داره من قانون وقتی که قانون دولت خلاف کرونا ما قانون قبول نداریم وقتی جمع را بالا گفتن رو تمام میکنن جمع شد دو مسلمان از اذان ترس از آلی هم گفتم به آواز اذان است که فیض برکت در اینجا است و ایلا گفتم اذان که تمام شد دانه که عذاب خدا بالا تانده میبیان خاطر که جمع کنید نه نشانی مدرسه گید بکار میرن گفتم نه خودینی بالا گید